د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې نږدې 200 تنه شهیدان شول. نږدې 300 تنه ټپیان شول. اظهار ناتوانی طالبان مبنی بر رسیدگی به مشکلات مردم. امیرخان متقی میگوید که توان رسیدگی به آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی اخیر را نداریم. اخراج مهمانان ناخوانده از کشور همسایه. بیش از 4000 مهاجر افغانستان در یک هفته گذشته از ایران برگشت داده شدند. نگرانی پکن از افزایش گروه‌های تروریستی در افغانستان. وزارت خارجه چین میگوید که گروه‌های تروریستی در افغانستان بیشتر شده است. و تأثیر منفی جنگ اوکراین بر اروپا. نرخ تورم در کشورهای حوزه یورو افزایش یافت. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 با من وحیده انوری از آماد نیوز خوش آمدید. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که آنان توان رسیدگی به آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی اخیر را ندارند. آقای متقی امروز پنجشنبه 10 سنبله در نشست در وزارت خارجه از جامعه جهانی و نهادهای خیریه خواسته تا به آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی اخیر در کشور کمک کنند. نام برده اضافه کرده که زیانهای جانی و مالی رویدادهای طبیعی اخیر در کشور هنگفت است و آسیب دیدگان بیش از هر زمان دیگر به کمک و دستگیری کشورها و نهادهای خیریه جهانی نیاز دارند. به گفته متقی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در سراسر کشور 200 تن کشته و نزدیک به 300 تن دیگر زخمی شدند. او علاوه کرده است که 12000 منزل مسکونی و صدها هزار جریب زمین زراعتی نیز از اثر سیلاب‌های اخیر تخریب شدند. قابل ذکر است که در روزهای اخیر نقطه‌های مختلف کشور شاهد سیلاب‌های ویرانگر بوده است. د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې نږدې 200 تنه شهیدان شول. نږدې 300 تنه ټپیان شول. له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شول. څه د پاسه 9000 څاروي چې زموږ د کلیوالو سیمو له محدودو وسایلو څخه ګڼل کېږي له منځه ولاړل او لسګونه زره جریبه څخه زیاته کرنیزه مځکه ویجاړه شوه. منابع محلی در نیمروز میگویند که در یک هفته گذشته بیش از 4000 مهاجر از ایران به افغانستان برگشت داده شدند. منابع محلی در ولایت نیمروز روز پنجشنبه 10 سنبله میگویند که در یک هفته گذشته 4059 تن از مهاجران افغان از ایران اخراج شدند. به گفته منابع این تعداد از مهاجران افغان از سوی نیروهای نظامی ایران از پل ابریشم ولایت نیمروز اخراج شدند. منابع در ولایت نیمروز میگویند که روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان از ایران همه روز از پل ابریشم در نیمروز و گذرگاه اسلام قلعه در هرات جریان دارد. این در حالی است که سفیر افغانستان در ایران 2 روز پیش در مصاحبه با یکی از رسانه‌های این کشور گفت که پس از تسلط طالبان حدود 1 میلیون شهروند افغانستان به ایران مهاجر شدند. به گفته او وضعیت زندگی مهاجران افغان در ایران رضایت بخش است. سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا گفت که تعداد گروه‌های تروریستی در افغانستان اکنون نسبت به قبل از جنگ بیشتر شده است. ژایو لیجیان با اشاره به مبارزه آمریکا با تروریسم در افغانستان افزود که حدود 9% از افغان‌ها معتقدند که واشنگتن به وعده‌های خود عمل کرده است. او با کنایه گفت که ایالات متحده قول داده بود که افغانستان با ثبات، قوی و مرفع بسازد. پیش از این هم چنگ جون سفیر چین در سازمان ملل گفته بود که اویغوری‌های جدایی طلب به نام جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان تهدید امنیتی برای پکن است. چین روابط نزدیک با طالبان دارد و از این گروه خواسته با اویغوری‌ها مبارزه کند. حکومت طالبان که در تقلای به رسمیت شناختن و نجات از بحران اقتصادی است، به پکن اطمینان داده که هیچ تهدید از خاک افغانستان برای چین نخواهد بود. بنا به آمار رسمی نرخ تورم در 19 کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه اگست پس از 1% افزایش نسبت به ماه قبل به 9.1% رسید. این تورم عمدتاً به علت بالا رفتن نرخ انرژی که ناشی از جنگ اوکراین است و خشکسالی بی سابقه افزایش یافته است. به نقل از اسوسییتد پرس پیش بینی می شود که آمار جدید فشار را بالای مقامات بانک مرکزی اروپا افزایش خواهد داد که نرخ بهره بانکی را بالا ببرند تا جلو رشد تورم
آرام گرفته شود، اما در عین حال پیامد آن کند شدن رشد اقتصادی و بروز رکود و بیکاری خواهد بود. ادامه جنگ اوکراین قیمت غذا و مواد سوختی را بالا برده است. در عین حال اختلال در زنجیره تامین و تولید در سطح جهان به علت شیوع کرونا و پیامدهای بعدی آن نیز در این تورم نقش داشته است. این وضعیت باعث شد که کارگران در شهرهای مختلف جهان دست به اعتراض زده و خواستار افزایش دستمزدها شوند تا از فشار افزایش هزینه‌های زندگی بر آنان کاسته شود. در کشورهای حوزه یورو نرخ مواد سوختی 38% و نرخ مواد غذایی 10% افزایش پیدا کرده است. روسیه تامین کننده اصلی انرژی اروپا صدور گاز به کشورهای اروپایی را کم کرده است. در عین حال خشکسالی بی سابقه از تولید محصولات زراعتی کاسته است و قیمت مواد غذایی را بالا برده است.